سلام حضور همه. امروز خوش هستم که روی یک موضوعی صحبت میکنم که برای آینده افغانستان و برای آینده مردم افغانستان و برای تامین عدالت اجتماعی، حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان بسیار زیاد مهم است. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. خوش شدم. بسیار وقت دیدیم. دقیقاً در پادکست ها ما اینطور روی مسائل اکادمیک یک موضوع بحث نمیکنم، چرا که اون مسائل همیشه من فکر میکنم که نیاز به یک تحقیقات گسترده و پژوهش بزرگتر داره. ما زیادتر میخوایم که از بود اجتماعی مسئله سر موضوع کمک صحبت بکنم، از بود که گپایی که خانه در خانه مردم است، گپایی که کوچه در کوچه و خیابان در خیابان و شهر در شهر است، روی از این موارد صحبت بکنم. دقیقاً شاید مثل ما بسیاری از جوانای دیگه و حتی هم نسلای خودتان وقتی که برشون گفته میشه که دکتر لطیف پدرام در پالوش مسئله فدرالیسم همیشه چسبیده بوده. مثلا من خودم اولین بار از شما شنیدم روی موضوع شبا و روزایی بود که صحبت میکردیم. گذشته از که حالا بیاییم روی بعض مسائل دیگه، چون پادکست های ما عموما روی مسائل فرهنگ، جامعه مدنی، عدالت اجتماعی و این مسائل میچرخه. ما در شروع میخوایم که از اینجا آغاز بکنم که فدرالیسم نقش عمده‌اش برای فرهنگ و مدنیت و هنر چی است در یک سرزمین مثل افغانستان که متشکل از ملت مختلف؟ به نام خدا. اول خیلی خوشحال هستم که پیمان عزیز دیر بعد میبینم بعد از این همه حوادثی که اتفاق افتاد، مهاجرت ها، کوچ کردن ها و اینها، شکر که جور هستین دارین کارتان انجام میدین، کار حرفه خودتان هم مثل همیشه به عنوان یک ژورنالیست. بله، یکی از اون نکاتی که پیوسته تداعی میشه وقتی که بحث فدرالیسم در افغانستان مطرح میشه، خب قاعدتاً اسم من هم میآید، این است که از زمانی که کنگره ملی تأسیس شد 2001 تأسیس شده، دور اول طالبان در خارج کشور بودیم، بعد آمدیم به داخل کشور. ما چند تا برنامه خیلی دقیق و روشن داشتیم، یعنی اهدافی که در برنامه کنگره ملی مطرح کردیم در زمینه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، روابط بین الملل، مسائل فرهنگی، یکی از اساسی ترین و پایه‌ای ترین مباحث ما ضرورت فدرالیزه کردن افغانستان بود. ما از همون روز اول شروع کردیم بحث مطرح کردیم. اول خب طبیعتاً با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. بعضیا فکر می‌کردن که طرح بی‌معنی است، بعضیا خیال می‌کردن که یک جامعه عقب مانده است افغانستان اینجا فدرالیسم تطبیق نمیشه. خب به دلایل مختلف مطرح میشد. یکتا مخالف سیاسی بودن، یکتا حسادت داشتن، یکتا دشمنی می‌ورزیدن، ولی خب مطرح میشد و مباحث آمد و مطرح شد. خب خوشبختانه رسانه ها و اینم که بود دیگه در این سالهای پسین، موجودیت رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلویزیون در خود کابل باعث این شد که بحث فراگیر بشه، یعنی برسه به گوش مردم و بشنون. به اینجا به یک بحثی اساسی تبدیل شد، به یک بحثی در واقع گفتمانی تبدیل شد و چون حزب کنگره ملی را به عنوان یک برنامه اساسی پیش می برد، طبیعتاً بیشتر با نام کنگره ملی، حزب کنگره ملی و ممکن به هر حال از مسئولان این حزب بودیم پیوند خورد و تداعی شد. خدمت شما عرض شود که فدرالیسم به عنوان یک پکیج، به عنوان یک نظام مدیریتی و سیاسی و در این حال روشی رهبری در داخل یک جامعه و من جمله در کشور ما اگر انشاءالله خدا بخواد روی تطبیق بشود، زمینه‌های مختلفی را که مربوط میشه به زندگی مردم در بر میگیره. مسائل اقتصادی مردم، تصمیم گیری، قانونگذاری در محلات، مسائل فرهنگی، مسائل مذهبی، اعتقادی و خیلی مسائل دیگر. نکته اساسی که در فدرالیسم برای ما مطرح هست این است که در واقع زمینه مساعد میکنه برای تصمیم گیری های مردم، برای خود ارادیت. یک از این زمینه ها میتونه عرصه فرهنگ باشه. ببینید افغانستان کشور چند قومی است، کشور متکثر است به لحاظ قومی، به لحاظ اتنیسیتی و طبیعتاً این اقوام فرهنگ های مختلف دارن، عادات مختلف دارن
رسم و رواج مختلف دارن، در این حال که یک رشته های کل این کشور به هم در خیلی جاها وصل میکنه، ولی خب هر جایی فرهنگ متفاوت خودش داره، هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ اکنیکی و تباری و قومی. در فدرالیسم این اقوام و این تبارها اگر در چارچوب‌های ایالتی جمع بشن که طبیعتاً بحث قومی کردن فدرالیسم نداریم، ولی قومیت درش لحاظ خواهد شد، فرصت مساعد بگیرن که خود مردم تصمیم بگیرن چطوری مسائل اقتصادی و من جمله مسائل فرهنگیشان مدیریت بکنن. به طور نمونه افغانستان با همون مقداری که به لحاظ اتنیکی متفاوت است و متکثر است، از نظر سطح رشد اجتماعی هم باز متفاوت است، سری فرهنگی متفاوت است، برای اینکه بعضی ولایات به لحاظ اقتصادی در سطح بالاتر است، بعضی ولایات در سطح عقب‌تر است. من مثلا نمونه میتونم با شما بدم. نمونه که میدم این است، مثلا شما هرات داره، نه؟ هرات به دلیل نزدیک بودن با ایران، به دلیل نزدیک بودن با استان خراسان، یک ولایت فرهنگی است. کتاب میرسه، کتابخانه داره، نشرات داره، دانشگاه‌های خوب داره. هم به لحاظ اقتصادی سطح زندگی مردم بالاست، هم به لحاظ فرهنگی سطح زندگی مردم بالاست. بنابراین اون خیلی متفاوت است. فرض بفرمایید حتی با یک جای مثل هلمند یا یک جای فرض بفرمایید مثل ارزگان یا یک از ولایت‌های شمالان، هر کجای دیگری. خب اینا متفاوت از سطح فرهنگی شد. در اونجا شما میتونین مکاتب دخترانه داشته باشید، مکاتب پسرانه داشته باشید، مکاتب میتوانن میکس باشن با هم، دخترها پسرها همزمان برن در کلاس بنشینن، درس بخوانن، زن رانندگی بکنن، در دانشگاه ها درس بدن، در ادارات کار بکنن. خب اینها اصلا در یک ولایت دیگه شما این کار انجام داده نمیدید. شاید باز ولایت ویژگی‌های دیگه باشه که اونجا ویژگی های دیگری است، بله اونجا احتمالاً چیزای دیگری داره، مثلا بیشتر سنت، مثلا فرض کنید سنتی ترن، بیشتر متوجه این هستن که خانم ها در خانه‌هایشان باشن یا خب کمتر در بیرون بیان، در خارج که ادارات خارج خانه ظاهر بشون، ولی به هر ترتیبی مکاتب بلاید باشه، جدای از هم درس بخوانن و بابت. حالا در فدرالیسم شما اجبار ندارین که حتما سطح فرهنگی هرات یا سطح فرهنگی هلمند یا بدخشان یا بامیان یا فرض بفرمایید جوزجان مثل هم اداره بکن. شما مجال میدین، ولی شما در هرات ایالات تصمیم میگیره که چگونه آموزش پرورش داشته باشه، اونا تصمیم میگیرن، مردم البته از طریق رأی دیگه، از طریق نه اجبار، که خانم ها چگونه کار کنن و چگونه کار نکنن، مردا چگونه کار کنن چگونه کار نکنن. رأی مردم تعیین میکنه، مسئولان مردم هم، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه اجراییه که همونجا در ایالات کار میکنن، خب اینا تصمیم میگیرن و اجرایی شدن. یک ولایت دیگه کار خودش میکنه. بنابراین این باعث این میشه که به صورت متنوع فرهنگ‌ها در ایالات مختلف رشد بکنن، بیان که کسی بر کسی تحمیل بشه. این حداقل چه که یک بحث خیلی مهم است برای که شما خود مختار فرهنگی داشته باشید. در خصوصا در 60-70 سال گذشته، از زمانی که حالا بیایم که با موجودیت رسانه‌ها از رادیو شروع تا به امروز رسانه‌های اجتماعی، یک مقدار کارهای فرهنگی زیاد شد در هر کشور، در دنیا مکمل. هدف من این است که در امی 5-6 دهه گذشته یا 7 دهه گذشته چقدر امی نظام ریاستی متمرکز رشد فرهنگ و هنر بومی را که میتونست در فدرال گویا خوبتر رشد بکنه چقدر ضربه زده به نظر شما؟ در زمینه‌های مختلف ساختار متمرکز ضربه زد، هم در زمینه فرهنگی هم در زمینه اقتصادی. نگاه کنید، هم در زمینه انکشاف، وقتی از بالا از مرکز همه چیز شما هدایت میکنن، چی در زمینه آموزش پرورش، در زمینه توسعه اقتصادی، هر زمینه دیگری که مربوط به زندگی مردم میشه، صلاحیت ها و ابتکار مردمان محله، روشن فکران محله، نخبگان محله، ریش سفیدایی که تجربه دارن در محل چطوری کشت زراعتشان رو اداره بکنن، چگونه انکشاف بدن، ابتکار ازش میگیرین. شما از بالا دستور میدین و اونا هم مجبور میشن مطابق دساتیر مرکز کار کنن. من یک نمونه به شما میگم. من وقتی در کمپاین‌های انتخاباتی به بدخشان رفتم، به ولسوالی کشم، یک جای پول بسته بودن روی این رودخانه‌ای که از کشم میگذرد که دهکده هایی که باید بچهای مکتب، بچهای مدرسه می آمدن داخلش می شدن،
بسیار دور بود از این پول. مثلا بچه برای این گویا ساخته بودن که از این رودخانه بگذرن بچه برن مدرسه، در حالی که فاصله که تا اینجا می آمد یک فاصله بسیار دور بود. من پرسیدم از مردم چرا شما پول اینجا ساختید؟ گفت که خب در اختیاری ما نبود، از بالا دستور داده بودن چون اینجا ساختن پول، این پول برای رفت آمد این پل آسان امکان سوء استفاده برایشان داشت، یعنی یک کار ساده را روی این رودخانه انجام دادن، بقیه امکانات پولی و اقتصادی را زدن به جیب خودش و این پولی که الان اینجا درست کردن برای بچه‌ها برن بیان قابل استفاده نیست. یا یک جای سیل بنده هایی که می ساختن، ریش سفیدای محل، مردمانی که اونجا زندگی کردن میدونن که اگر شما در این منطقه سیل بند بسازید خب مفید است. اون میدونه که شما اگر اینجا یک پل آباد بکنین سیل می پول از بین میبره. اون زندگی کنه میدونه که در کجا پل ساخته شود، در کجا آبیاری شود، در کجا یک صد معور بشه، در کجا راه باز باشه. خب اینا رو شما ازشون میگیرید، چی کار باید بکنن اون از اختیارشون میگیرید، چی در تدریس بکنن از اختیارشون میگیرید. بنابراین محدودیت ایجاد میشه در همه زمینه ها، در تصمیم گیری های سیاسی، تصمیم گیری های اقتصادی، از بالای والی براشون میفرستن. خب مردم این والی رو نمیتونن تبدیل بکنن، تغییر بدن، این هر کاری والی خواست انجام میده. احتمالاً والی از محل هم نیست، سال در گذشته اینطوری بوده، استفاده میکنه، رشوه ستانه میکنه، فردا هم از بدخشان میره به قندهار، دیگه شما نمیتونید به او دسترسی داشته باشید. ولی اگر در خود محل باشه، منتخبی مردمش باشه، ملاحظه میکنه که این همسایه میدانست که قبل از ولایت من چقدر دارایی داشتم، نه؟ و غیر از او به خاطر که بعداً بتونه در موقف باشه دوباره باشه، بیابرو نشه، به عزت نشه، چون مردم میشناسنش که ایشان پسر فلانی است یا دختر فلانی است، فرزند فلانی هست. تا 2 روز که والی نبود که خب یک زندگی معمولی داشت، الان که والی شده این هم از ثروت دارایی از کجا شده؟ بنابراین خودسانسوری بالاجبار، حتی اگر وجدان کاری نداشته باشه، ایجاد میشه که این آدم نتونه اون کارایی که در یک ولایت دیگه میتونه انجام بده در ولایت خودش نمیتونه انجام بده. بنابراین همیشه تحت کنترل مردم میباشه، تحت نظارت مردم میباشه و هرگاه هم که مردم نخوان میتونن اینو برکنار بکنن. این که ما میگیم روزانه مردم در تصمیم گیری ها باید مشارکت داشته باشن، حضور داشته باشن، اینطوری حضور میتونن داشته باشن، نه اینکه شما هر 4 سال هر 5 سال بعد یک انتخابات بکنید، بعد مردم بیان رأی بدن، به 4 سال 5 سال دیگه هم کسی سوال نکنه از مردم که شما چی مشکل داره. از این نظر در واقع امکان تصمیم گیری برای مردم فراهم میشه، چیزی که به هر حال در یک جامعه اساسی ترین مسئله است. یعنی شما به عنوان شهروند باید بتوانید نسبت به سرنوشت خودتون تصمیم بگیرید. بله، بنابراین آسیب رسان واقعا حکومت‌های متمرکز و نتیجهش همین سقوط بود. الان همین نمونه رو من به شما بگم، اگر ایالات وجود می‌داشت، پلیسی ایالتی وجود می‌داشت، مردم در محلات صاحب رأی صلاحیت خودشان می بودن، فرض بفرمایید کابل رئیس جمهور رفته بود در کسی، بقیه ایالات دفاع می‌کردن از خودش. هر ایالت دفاع بله، هر ایالت دفاع می‌کرد، حتی ضرور بین نبود که کابل سقوط بکنه. کابل چرا سقوط کرد؟ برای و شاید 2-3 ایالت پلیسش یک جای میشه، یک جای دفاع می‌کرد. بله، بعد اینکه خود مردم وقتی اداره میکنن، اون دولت و اون نهاد از خودشان میدانن. در اون شرایط مردم می آمدن دفاع میکردن از دولتی که خودشون دارن مدیریت میکنن. اما وقتی که اون اتفاق افتاد، گفت با چه شما دارن استفاده میکنید، خارجی رو شما میگیرید، ثروت‌های بین‌المللی که اینجا رسیده شما تاراج میکنید، با ما چی میخواید باشه میخواید برو. و چند صد هزار نیروی مسلح افغانستان تمام شد رفت، از بین رفت. تمام دستاوردهای حال حد اکثری که وجود داشت از میانه، برای اینکه مردم چون در قدرت سهیم نبودن حمایتش هم نکردن، قدرت دفاع نکردن. بله دکتر صاحب، ما خب فدرالیسم از شما خواهش میکنم. شما فدرالیسم یا می واژه فدرال شما از کی شنیده؟ اولین بله، بحث فدرالیسم خب در به لحاظ تئوریک در نویسنده مقاله نویسای اصلی فدرالیسم آمریکایی ها بودن. وقتی که آمریکا رو میخواستن بسازن، ایالات مختلف، ایالات متعدد زمان ساخته میشد تا بیان ایالات متحده آمریکا ساخته بشه و مناطق مختلف. بعد از جنگ‌ها و خونریزی هایی که با اندیان ها داشتن، با سرخپوستا داشتن، مدیسون و دیگرها آمدن و نوشتن این مقاله و در واقع فدرالیسم تئوریزه کردن. هرچند ساختارش به عنوان مصداق‌های فدرالیسم به صورت ساختارهای متفاوت اداره در اوایل وجود داشته، در روم بوده، در یونان بوده، بعد در ترکیه عثمانی بوده، بعد در خلافت اسلامی هم بوده، منتها اون اصطلاح فدرالیسم و کار نمی بردن چون اصطلاح رو نمی شناختن. تقسیمات بود، ایالات بود، شهرها. مثلا خراسان
که الان ما به شما میگیم افغانستان در واقع یک بخش یک ایالتی از خلافت بود که به لحاظ معنوی به وسیله خلافت بغداد هدایت میشد. اما سلطان محمود غزنوی یک در ظاهرا کشور مستقل بود به لحاظ نظامی، به لحاظ تصمیم میگیره، ولی خب یک مالیات تکس خمس و خیراتی هم برای بغداد میفرستادن به لحاظ دینی اونجا. او زمان مسئله خلافت اسلامی، اما تصمیم گیری ها مستقل بود، خلافت نمیدونستن. اما به طور اساسی وقتی که بحث فدرالیسم اینا در افغانستان مطرح شد، با توجه به تنوع قومی و اون بحثی که مطرح شد سالهای 43 و بعد، مسئله بی‌عدالتی قومی، ستمگری قومی، بعد از اینکه احزاب در دهه دموکراسی ایجاد تو زمان ظاهر شاه، مثلا جریان پرچم، جریان دموکراتیک شورای جاوید، بالاخره جریانی که زنده یاد بدخشی درست کرد برای محفل انتظار که بعد معروف شد به نام ستم ملی که یک اسم گذاشتن. خب این بحث از ساختارهای اساسی در رابطه با مسئله بی‌عدالتی قومی، حقیقت قضیه این است که زنده یاد بدخشی مطرح کرد. یعنی این آدم کسی هست که اختصاصا روی این مسئله کار کرد که افغانستان یک جامعه متکثر قومی هست، باید ساختارش تغییر بکنه و خب قوم سلطه بیشتر داره، اقوام دیگری کمتر حضور داره در ساختار. مسئله ستم ملی رو مطرح کرد اینا که طبیعتا اون ساختار با وسیله فدرالی میتونه سر بشه، پاسخ داده بشه. بنابراین این بحث مربوط به عدالت‌های قومی را من شخصا خودم از شخصیت‌های مثل طاهر بدخشی، زنده یاد بهرالدین بائیس، حفیظ اسفندشیر، آقای انجینر رشید اصفرخوار و خیلی آدم‌های دیگه، بزرگان دیگر از میمنه روشنفکرایی که در این زمینه کار میکردن، من از اینا شنیدم که حالا ما اون بحث ادامه دادیم برای اینکه ما تعهد داشتیم مشترکاً در یک تشکیلاتی سیاسی کار میکردیم، در یک جریان سیاسی کار میکردیم و خیلی از این آدم ها که تعدادشان اند 3000 نفر میشه و شیرای بسیار برجسته دانشمند در میانشون بود از ولایات مختلف، در واقع مثل انجینیر حسن، اینا اعدام شدن، به همین جرم اعدام شدن که گویا شما آمدی اید و در این کشور بحث ملی مطرح میکنین و این بحث باعث اختلاف میشه. حالا چیزی که هیئت حاکمه ازش نفرت داشت، چرا این حاکمیت دارن زیر سوال میبرن، به خصوص هموطنان پشتون ما که برای قدرت داره، البته مردمش نه، مردم کم اجا فقیر و بیچاره از این پشتون نداره، ولی اونایی در قدرت بودن، اونایی که داره میکردن عکس العمل نشان دادن و تعدادی زیادی از بهترین آدم‌های این کشور متعلق به اقوام مختلف از جغرافیای مختلف اعدام شدن، به خصوص در زمان امین. یک تعداد یکی دو تا هم در زمان شاه از بچه‌های بدخشان، حکیم، یکی دانشجوی مکتب حربی بود، مکتب نظامی بود، اونم یک کتابای در اختیارش گرفته بودن و باز اون رو شکنجه کردن و البته خودکشی کرد برای اینکه افشا نکنه بحث‌های تشکیلاتیشه. ولی من این بساط به هر حال در داخل این جریانات گرفتم، از بدخشی، از بائیس، از حفیظ حسن، از بزرگان دیگر دولت و متحد بودیم که اون را ادامه بدیم برای اینکه باورمان اون زمانی بود که اگر ما بتونیم این مسئله را، اختلافات قومی را از طریق عدالت حل بکنیم، ما گذار میکنیم به یک ملت واحد، به یک دولت ملت، یک هویت ملی با وجود برادری ایجاد میشه و این کشور در مسیر انکشاف قرار میگیره. انرژی هایی که صرف دشمنی با یکدیگر میشود تبدیل میشه برای رقابت های سالم میان ایالات، میان ولایات، کدام ولایت پیشرفته تر باشه، کدام ولایت بیشتر خدمات بده برای مردم، و یک شکل رقابتی میشه. شما مثل که در یک صنف چند نفر رقابت خیلی شما مثلا این شکل رقابتی ها رو شما در همین اگرچه ورزش هم در افغانستان مثل خیلی زمینه های دیگر رشد یافتنی زیاد، ولی شما الان وقتی که بحث فوتبال در میان میاد یا بحث همین بزکشی، بازی سنتی ملی مردم ما و شما در شمال در نظر میاد، ببینید که ورزشکاران مختلف از اقوام مختلف روی تیمشان کار میکنن، روی تیم ایالتشان کار میکنن. شما اونجا تشخیص نمیدین که این باز ازبک است، این پشتون است، این هزاره است، این عرب است، این عجم است. تیم ها دارن کار میکنن. حالا این بچه‌ای که فوتسال بازی کردن و رفتن مورد استقبال قرار گرفتن از اقوام مختلف بودن و در ولایات مختلف مورد استقبال قرار گرفتن، برای اینکه رقابت در اون زمینه شکل میگیره. رقابت سالم برای این میگن. ما میگیم که اگر ساختار فدرالی میشد، شما وارد میشدین به رقابت‌های اقتصادی میان ایالات. به طور مثال ایالت بلخ یا ایالت فرمایید هریوا یا هرات
کوشش میکرد بهترین خدمات برای جواناش بده، برای مردمش بده، رشد بکنه ایالت از نظر اقتصادی، برای فرهنگ، برای فرهنگ و یک افتخاری بود برای مسئولین فلان ایالت. و در ضمن در فدرال ها هم ایالت هایی که کارهای بسیار درخشان انجام میدن در واقع تقدیر میشن از طرف دولت مرکزی به عنوان ایالت نمونه. مثلا میگه این ایالت خیلی خوب کار کرد، اینقدر خدمات داد، اینقدر کار تولید کرد، اینقدر اشتغال برای جوانان با وجود آورد، اینقدر اختراع داشت، اینقدر مالیه پرداخت، اینقدر پیشرفت کرد. در همه جای دنیا میبینید، در آمریکا، نیویورک فلان فلان. برابر این فرصت ها تنها در ساختار فدرالی امکان پذیره، در ساختار شخصی که نمیشه متمرکز. دکتر صاحب همیشه دو موضوع بسیار مهم وقتی مسئله فدرالیسم در افغانستان مطرح میشه، دو موضوع مهم همیشه دامنگیر مباحث بوده که در این پیرامون اتفاق میفته. نخستی بوده که همیشه بعضی از مردم، حالا این مردم میتونه که از او آدم کوچه شروع تا سیاستمدار، بعضی از مردم به این فکر است و همیشه ارتباط میدن فدرالیسم با تجزیه. یعنی فکر میکنن که فدرالیسم وقتی کس گفت که ما فدرال میخوایم افغانستان یا میخوایم نظام فدرالی باشه، پس اتومات متهم به این میشه که تجزیه طلب است، در حالی که بزرگترین اقتصادهای دنیا و پیشرفته ترین کشورهای دنیا تعدادشون بر اساس نظام فدرالیسم است. از امریکا شروع تا مالزی تا حتی امارات متحده عرب. نوع از بدون شکل ادارهش. چرا همین اتهام در افغانستان از مرحوم بلخشی شروع تا امروز تا شما و شاید نسل بعد از شما، چرا فدرالیست ها متهم به تجزیه هستند؟ ببینید همیشه در زمینه طبقاتی وقتی که شما بحث میکنید، یک آدمای استثمارگر قدرتمند میلیاردر صاحب نفوذ وجود داره و میلیون آدم فقیر. هرگاه اینا بخواهن این ساختار عادلانه بسازن یا اعتراض بکنن که چرا مثلا این بی‌عدالتی وجود داره، خب با اینا برمیپردازن و میخواین اینا رو سرکوب بکنن. شما برای سرکوب کردن این سلسله اتهامات و دلایل کار دارین، همینطوری که نمیشه مردم بسیج بکنین. در رابطه با فدرالیسم همین است. اونهایی که طرفدار انحصار قدرت و منافع فردی خودشون یا منافع گروهی خودشون در یک ساختار متمرکز میبینن، رای ندارن جز اینکه بیان بگن خب این فدرالیسم باعث تجزیه میشه. چون فکر میکنن که در افغانستان مردم هنوز یک درصد بالای با سواد دانشگاهی وجود نداره، به هر حال 70-80% در اون سطح نیستن که مسائل بتونن بفهمن. اینا بعد من ساده ترین مسائل مطرح میکنن که چطور ذهنیت مردم علیه یک امر واقعی که به نفع مردم است در واقع منحرف بکنن. بنابراین آسان ترین چیزی که میتوانن بگن همین است که اینا میخوان تجزیه بکنن. ببینید همشون این بحث دارن میکنن. چون دلیل دیگری ندارن که بگه خب فدرالیسم صلاحیت‌های مردم رو میگیره، نمیتونن بگن فدرالیسم باعث ادب انکشاف میشه فلان. بعد با توجه به حساسیتایی که همه جای دنیا مردم نسبت به سرزمینشون دارن، نسبت به جغرافیایشون دارن، تمامیت ارضی و یکپارچگی میهنشون دارن، فکر میکنن که این نکته بسیار حساسی است. شما وقتی برای یک ایرانی، برای یک افغانستانی، برای یک آمریکایی، برای یک هر کسی بیان مطرح بکنیم که میخواد این آدم این کشور را تجزیه بکنه، افکار عمومی عکس العمل نشان میده. چون نمیخواد کشورش تجزیه بشه، نمیخواد درگیر جنگ بشه. در حالی که شاید فدرالیسم یک نظام باشه که از تجزیه جلوگیری به نظر من واضحه. بنابراین بعد این اتهام وارد میکنن میخوان تجزیه بکنن، در حالی که از نظر علمی جامعه شناسی در کشورهای متکثر و غیر متکثر این در تجربه روشن شده که تجزیه، جنگ داخلی، ناامنی، اختلاف، تفرقه، فروپاشی زمان ایجاد می شود که عدالت رعایت نشود. این عدالت میتونه عدالت قومی باشه، این عدالت میتونه عدالت طبقاتی باشه، عدالت زبانی باشه، مذهبی باشه، فرهنگی، جنسیتی، هر چیز دیگری. وقتی که اصل عدالت، اصل عادلانه بودن در داخل یک نظام، در داخل یک سیستم زیر سوال میره یا ملغا میشه یا بی‌توجهی بهش میشه، اونجا اختلاف شروع میشه. در بی‌عدالتی جامعه تجزیه میشه، در عدالت که جامعه تجزیه نمیشه. نمونهش همین پاکستان. چرا پاکستان گرفتار تجزیه شد بعد از اینکه از هند جدا شد در 1947؟ پاکستان گرفتار یک تجزیه دوم شد. تجزیه دوم مسئله زبان بود. در بنگلادش زبانی که میلیون ها آدم به زبان بنگالی سخن میگفتن، یک اکثریت عظیم، اینا اجازه نداشتن به زبان بنگالی که بزنن، به زبان بنگالی مدیریت بکنن امورشون، دانشگاهاشون فعال بکنن. خب نتیجه ای شد که این بی‌عدالتی زبانی که بر بنگالی ها روا داشته میشد
مردم اعتراض کردن، اون چیزی که ظلمش همونجا مردم اعتراض میکنن. نتیجهش این شد که به هر حال بنگلادش تجزیه بشه، بنگلادش برای از پاکستان و کشور دیگه بشه. این نتیجه عدالت که نبود. تجزیه بنگلادش، جدای بنگلادش نتیجه بی‌عدالتی بود. بنابراین اگر ما بخوایم کشورهای متکثر به لحاظ قومی یک پارچه نگاه بکنیم، از اختلافات جلوگیری بکنیم، نفاق میان اقوام از بین ببریم، اجازه ندیم تجزیه بکنن، راه حلش فدرالیسم است. همین الان شما افغانستان رو نگاه بکنید، ما به عنوان آدم‌های از این سرزمین هیچ کدام ما مایل نیستیم این کشور تجزیه بشه. برای اینکه تجزیه اولین ساده ترین پیامدش این است که در اینجا اقوام با همدیگر بسیار مخلوط شدن تا سالهای متعدد. همین جاوزانی که شما میشناسیم در اونجا اقوام مختلف زندگی میکنن، پشتون هست، ازبک هست، تاجیک هست. از نظر قومی مردمای شمالی اونجا هستن، مردم پنجشیر اونجا هستن. اخیراً دروازه‌های ما آمدن، قومای ما الان اونجا زندگی میکنن در جوزجان. خب شما بخواید تجزیه بکنید، اینا خب با هم درگیر میشن، یعنی کوچه به کوچه جنگ میشه، خانه به خانه جنگ میشه، خون جاری میشه، این کشور از کشوری در واقع خارج میشه، میره به طرف بالکانیزه شدن. بالکانیزه شدن این نیست که کاش بالکانیزه شدن همینطور باشه کشورهای متعدد ازش ساخته بشه. اون بالکان فرقش با اینجا یوگسلاوی بوسنی شد و کشور شد و کشورهای خارج. اینجا میتونه سالهای طولانی قریه به قریه جنگ بشه و این توری بالکانیزه بشه که شما تا نتونین تشکیل یک دولت بدید، جز یک جنگ داخلی خونین که باز آدم نمیدونه کی به پایان میرسه و کی تمام میشه. بنابراین هیچ آدمی عاقلی، هیچ آدم منصفی طرفدار تجزیه نیست کشورش تجزیه بشه، مگر اینکه اجبارهایی باشه که دیگه شما اون کشور به جهنم به شما تبدیل بکنن و دوزخ تبدیل. اگر از فرصت‌های مثل فدرال شدن استفاده نشه، من فکر میکنم بحران موجود میتونه با اونجا بکشه. بله شما وقتی اجازه نداشته باشین به زبان خودتان درس بخونین، اجازه نداشته باشین بر خانم خودتان سلطه داشته باشین. من نمونه رو ساده میخوام بدم که یک آدم رفته ازدواج کرده، زن داره، بچه داره، فرزند داره، اما صلاحیتش در اختیار یک گروهی، مثلا فرض بفرمایید الان طالبان است، شما اینطوری لباس بپوشید، این خانم ایشان است، بعد این میگه شما اینطوری زندگی بکنید. این مداخله در شخصی ترین حالات زندگی مردم است که زن از ایشان، فرزند از ایشان، مال از این، خانه از این، فامیل از این، برادر از این، ما صلاحیتش در اختیار یک آدم دیگه به نام شریعت، به نام قانون، در حالی که با شریعت هم جور در نمیاد. شریعت که تو نمیتونی در حریم خصوصی مردم عنعنات قبیلوی یک منطقه است که آوردن به نام دین، فشار میارن و زیر نام دین میخوان بالای کل مردم تر یا فرهنگی و چنین چیزی نیست. بنابراین خاطر تجزیه اینجاست. الان فروپاشی که وجود داره در افغانستان ناشی از این است. من مثلا زمان همان حکومت، حتی خود حزب دموکراتیک یک نمونه بر شما میدم. ببین چرا اون زمان بحثا تا اواخر هرگز بحثای قومی مطرح نبود در داخلی اون ساختار، برای اینکه اون سیستم فکری اجازه اختلافات قومی رو نمیداد و اقوام مختلف هم مسلح بودن. ببینید مثلا برای اولین بار در شمال یه نیروی بسیار عظیم نظامی را برادران ترکتبار ما ایجاد کردن و جناس در هزارجات همین گونه. آقای کشتمن آمد نخست وزیر شد. بعدها که بعد از بحرانی که در داخل حزب ایجاد شد، حزب دموکراتیک، اون حکومت، اختلافات قومی باعث شد که اون حزب فرو بپاشه. تا زمان اون اختلافات در داخل نبود، اون بی‌عدالتی وجود نداشت، او حزب قدرتمندی بود اداره میکرد افغانستان. شما اینا در واقع تعمیم ببخشید در کل کشور. هر جایی که بحران و فروپاشی بیاد مسلما نتیجهش بی‌عدالتی است و فدرالیسم در افغانستان به خصوص بعد از آمدن طالبان و این بحرانی که وجود داره تنها نظامی است که میتونه این کشور از فروپاشی نجات بده که در غیر از او بسیار طبیعی است که گرفتار بحران، گرفتار جنگ، گرفتار اینا عملی میشه. اینطوری نیست که الان ما یک جریان به نام طالبان میگیم یک جریان کاملا یک دست است. طالبان متشکل از اقوام مختلف، یک از اقوام در داخلشان، مثلا رهبریشان، قدرتشان، تصمیم گیری دست قومی پشتون است. ببینید این وضعیت ادامه پیدا بکنه. یک سبای آقای در میمنه در جوزجان وقتی نگاه بکنه که قومش تحقیر میشه، ستم میشه، الان به قول معروف حوادث گرم است، اعتراض نمیکنن، سرگرم قدرت هستن. ولی فردا که بیا یک میمنه شیر، یک ازبک کسی از خانه‌اش بکشه، یک قنداری، یک بدخشی را شکنجه بکنه، یک بامیانی را شکنجه بکنه، همون طالب اون منطقه فردا در برابر یک طالب از قندهار استاد میشه. اینطوری نیست. ممکن نیست که در یک جامعه قومی ستمگری قومی ادامه پیدا بکنه و آدم‌های متعلق با اون قوم
پیدا نشوند که از او اعتراض بکنن. شما مطمئن باشین که اگر وضعیت دوا پیدا بکنن، همون آقای صلاح الدین ایوبی که الان در کنار طالبان زیر دست طالبان قندهار کار میکنه، همون آدم جای اعتراض میکنه. او اگر نکنه بچه‌ش میکنه، او نکنه برادرش میکنه، همسایه‌اش میکنه. ستمگری و بی‌عدالتی که قابل قبول نیست. به این جهت ما باز هم به اسمان نظر مجمع در کنگره ملی که رای همدلی، رای حفظ کشور، تمامیت ارضی، یک پارچگی میهنی و اینکه از این فروپاشی اجتماعی نجات پیدا بکنیم، بدون شک یک ساختار دموکراتیک فدرالی هست که اقوام محترم پنداشته بشن، یکی دیگر احترام بکنن، حقوق دیگر را رعایت بکنن، چه به لحاظ مذهبی، چه به لحاظ مدنی، چه به لحاظ عرف و عادات. این یک راه حل میتونه باشه که انشالله ما گذار بکنیم به یک وضعیت بهتر و این وضعیت امروز پوش سر بگذاره. بحث دوم که ارتباط مستقیم به گپا داره، مسئله گذار است. بسیاری از کسایی که حتی از دوستای رسانه‌ای ما، روشن فکرها، سیاستمدارایی که ما شما امروز تماس بودیم میشناسیم، هر زمانی که همین بحث فدرال مطرح میشد، بسیاری از او نظریاتشان بود که بگذارین ما یک بار به یک حالت ثبات یا یک حالت خوب گذر بکنیم، برسیم، بعد از او باز بحث فدرالیسم مطرح بکنیم. ولی ما فکر میکنم که در 20 سال گذشته با اون ثباتی که ما داشتیم، خصوصا در اوایل بعد از سقوط دور اول طالبان، ما هیچ وقت نتونستیم این بحث پیش ببریم. به نظر شما آیا مسئله فدرال شدن یک کشور بعد از گذار از یک حالت دشوار مثل شرایط کنونی است یا شرایطی که در سال 2001 پیش از 2001 حاکم بود، او گذار از او شرایط و ارتباط مستقیم با فدرال داره یا ای که اول ما باید گذار بکنیم بعد از روی فدرال گپ بزنیم؟ شما نگاه کنید، این بحثی فلسفی جامعه شناسی که است، دموکراسی، عدالت اجتماعی، ثبات، حق شهروندی، اینا مطلوب هستند. اینا ارزش هایی هستن که میخواید به اینجا برسین. انکشاف، توسعه بشری، توسعه اقتصادی. برای اینکه به اینجا برسین شما یک سلسله ابزارها نیاز دارین، نظام کار دارین، روش کار دارین، روش مدیریتی کار دارین که به اون مطلوب برسین. وقتی شما میفرمایید میگین که حق شهروندی که ابزار نیست، وسیله نیست، حق شهروندی هدف است، مطلوب است. برای اینکه به اونجا برسین شما به چند چیز نیاز دارین. به توسعه سیاسی در قدم اول نیاز دارین، هم تا بیشتر از توسعه اقتصادی. توسعه سیاسی معنی چی است؟ معنی توسعه سیاسی این است که احزاب، گروه‌های مختلف، اقوام، نهادهای مختلف اجتماعی بر سر ساختار یک دولت به تفاهم برسن. از نظر اقتصادی ببینید مثلا در اروپا، در غرب، در فرانسه نظام جمهوری است. دیگه الان کسی بحث نمی‌کنه در فرانسه که نظام دوباره شاهی باشه یا مسیحی باشه یا کاتولیک باشه. اونجا بر سر مسائل کلان کشوری تفاهم وجود داره. در حالی که در افغانستان شما به اینجا نرسیدید. یک عده میگن حکومت اسلامی باشه، یک عده باز میگن حکومت اسلامی تیپی سلفی باشه، یک عده حکومت اسلامی میانه رو باشه، یک عده میگن که نه چپ باشه، راست باشه. نگاه کنید بر سر اساسی ترین ارزش هایی که یک ملت، یک مردم، یک ساختار میتونه دوام پیدا بکنه توافق وجود نداره. شما الان فرض بفرمایید از آقای استاد سیا بپرسین که چه رقم نظام میخوای بسازی، میگه خب اینطوری نظام میشه. شما از آقای ایکس بپرسین چه نظام آقای ملا هیبت الله، میگه این گونه نظام میشه. ببین بر سر نظام توافق وجود نداره. یک مسئله پایه‌ای هست. در کشورهای دیگه این مسائل اساسی حل شده. بر سر مالیات باز داره که امسال مالیات کم بکنن یا زیاد بکنن، امسال خدمات بیشتر بدن یا خدمات کمتر بدن. اما بر سر استخوان بندی های اساسی که دولت یک نظام میسازه اونجا که اختلاف ندارن. مشکل اینجاست که اینا به اصطلاح سرنا از سر گوشادش میزنن. برای رسیدن به اونجا شما امنیت کار دارین، توسعه سیاسی کار دارین، ثبات کار دارین، همدلی کار دارین، وفاق کار دارین که بعد گذار بکنین به یک ثبات عدالت اجتماعی. برای همین گذار با اونجا، رفتن با اونجا نیازمند این است که افغانستان فدرالی بشود. یعنی اول اقوام قانع بشن که با هم جنگ نمیکنن، اقوام قانع بشن که در این قانون اساسی حقشان هست، زبانشان تثبیت شده، مذهبشان احترام میشه، حقوقشان احترام میشه. اینجا که به تفاهم رسیدن، ثبات ایجاد شد، امنیت ایجاد شد. امنیت و ثبات باعث میشه که برای شما کشاورزی بکنین، کار کنین، صنایع بسازین، بند برق درست بکنین. در جنگ که این کارو نمیتونن انجام بدین. بنابراین اونا سرچپه مسئله را مطرح میکنن. خیال میکنن که اول اونطوری که باشه و حق شهروندی و ستمگری قومی نباشه، ستم ملی، ستم طبقاتی
و همه چیزم حال باشه با فدرالیسم چیکار داریم؟ خب درسته دیگه، داره کار پیش میره دیگه. ما فدرالی برای این انجام میدیم که به اونجا برسیم. الان نرسیدیم. 30 سال 40 سال ما درگیر جنگ هستیم. هر آدمی عاقل فکر میکنه که در 40 سال جنگ چرا ما به ثبات نمیرسیم؟ حتما یک مشکل وجود داره، یک خلایی وجود داره، حلقه مفقوده‌ای هست. بنابراین نه، به نظر من مرحله گذار به یک جامعه پیشرفته‌تر، یک جامعه باثبات و همدلی و وفاق راهش از فدرالیسم میگذره. اگر جامعه فدرال شد، مردم قانع میشن، اخوان قانع میشن، میان شروع میکنن با کار پیکربندی تکمیل میشه، بعد از اون شما اجرا میکنین. یعنی ابزار باید داشته باشیم برای رسیدن به این جهت. اونهایی که این بحث اینطوری مطرح میکنن دو تا دلیل داره: یا واقعا نمیدونن فدرالیسم چیه، یا درک از مسائل اجتماعی ندارن. سیاست جامعه شناسی دولت علم است. یه غرضهایی دارن که فکر میکنن در جامعه فدرالی اون اهدافشون برآورده نمیشه. مثل هر ساختار غیر عادلانه دیگری که الان بیشتر بحث تجزیه شما مطرح کردن که میگن تجزیه میشه. چرا این حرف میزنن؟ برای فکر میکنن منافعشون در فدرالیسم تامین نمیشه. حالا بیاین از اینجا وارد بشین، مردم رو بسیج بکنین تا سابوتاژ بشه تا پروژه. بله این توریسم متاسفانه. نه دکتر صاحب، راجع به ستم ملی در افغانستان یاد کردین که دقیقاً چند دهه قبل نخستین بار توسط مرحوم مطرح شد. در امی چند دهه گذشته از نخستین باری که موضوع ستم ملی در افغانستان مطرح شد تا به امروز، خب ستمگر خود ستم خود کرد و کسایی هم که مورد ستم قرار گرفتن تبعاتش تا امروز ادامه دارن. اینمی سیاست ستمگری چقدر برای خود ستمگر در افغانستان ضرر رسانده در چند دهه گذشته؟ به خاطر از اینکه بتونن ستم خود جاری نگاه کنن، چقدر برای خود ضرر رسانده؟ نویسنده بسیار معروف فرانسوی الجزایر اصل از بنام آلبرت کامو. آلبرت کامو یک کتاب داره، عنوان کتابش اینطوری است: نامه به یک دوست آلمانی. برای یک دوست آلمانیش نامه می‌نویسه. یعنی فیلسوف و رومان‌نویس از بیگانه را نوشته تا او را نوشته. آدم بزرگی سطحی جان جزی چند تا آدم سی کافکاوی است. سارتر از ماسر ژان پل سارتر. این آدم میگه که یک قاتل در یک از نامه‌هاش به دوست آلمانیش اینطوری بنویسه، این میتونه پاسخی برای سوال شما باشه، میگه که همان قدر که دل من برای یک مقتول میسوزد، برای یک قاتل هم میسوزد. بعد خودش استدلال میکنه، در اون نامه‌اش به فارسی ترجمه شده که خب مقتول برای اینکه یک آدم کشته شده، یک آدم به قتل رسیده، قبض نفس شده، جانش گرفتین، خب بعد طبیعتا هر انسان دلش میسوزه که چرا کشته میشه. میگن قاتل به خاطر اینکه قاتل دو تا کار میکنه: یکی یک آدم کشته، یکی خودش کشته. خودش به این معنی انسانیت خودش کشته، وجدان خودش کشته شده. قاتل خود قاتل بودن گناه کمی نیست، جزای کمی نیست که شما قاتل باشید. بله. ها؟ شما به یک قاتل چطوری نگاه میکنین؟ به یک رهزن چطوری نگاه میکنین؟ به یک بزهکار چطوری نگاه میکنین؟ جایگاه اجتماعی، جایگاه اجتماعی، جایگاه انسان، جایگاه اخلاقیش. این آدم میگه دو تا کار کرده: یک آدم کشته، جان یک کسی را گرفته. این یک جرم دیگه این است که جان خودش هم گرفته. یعنی ستمگر افغانستان، بله، یعنی بر خودم ستم میکنم. برای اینکه ستمگر بودن از ظالم و مظلوم و کلاهما فی النار وقتی شما میگین، معناش همین است. میگه که هم ظالم میسوزه هم مظلوم میسوزه وقتی ظلم تحمل میکنین. ستمگر به دلیل ستمی که میکنه شاید خودش متوجه نشه که حضوراً که چی جور از خودش یه هیولایی درست کرده، از خودش یک آدمی درنده خویی درست کرده، یک قاتل درست کرده، نه؟ ولی جامعه میفهمه که تو یک قاتل هستی. اون ارزش اجتماعی انسانی خودت پایین می. اگر مسلمان هستی، اگر غیر مسلمان هستی، چرا در نقش یک ستمگر باید ظاهر بشی؟ علاوه بر این که به لحاظ ارزش‌های انسانی یک ستمگر، یک قاتل اینطوری میشه در این موقع. از این بابت میگه قابل ترحم، برای اینکه میگه اینا انسان‌هایی هستن که با این جنایت انسانیت خودشان له کردن. چطور با اینا را نجات بدیم؟ همین گونه در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی هم همین گونه است. وقتی شما در یک سرزمین به عنوان قوم، به عنوان ملت، به عنوان قشر، به عنوان طبقه یک بخش دیگر از جامعهتان ستم میکنین، خودتان هم در امان نمیمانید. الان جنگ وجود داره در افغانستان، یا فردا تشدید بشه، شما هم اونجا آسیب میبینین. این کسی هم که ستم میکنه آسیب میبینه. مگر نشده طالبان باری اول
چقدر کشته دادن، متواری شدن، نبود مگر؟ و جدا به دلیل اون کار غلطی که انجام دادن، آمدن در شمال در هزار جا کابل قتل عام کردن، آدم کشتن، نتیجه این شد جامعه بین المللی مداخله کرد، با هزارها نفر اینا در مناطق مختلف افغانستان کشته شد. بنابراین ستمگری در عین حالی که برای یک آدمی که تحت ستم است، یک تعدی است و یک ناروا هست، برای خودش هم بسیار بحران‌ساز است. یعنی یک ستمگر نمیتونه در امان، در امنیت زندگی بکنه، چون هر بار ممکن است یک انقلاب، یک آتش خشمی برافروخته بشه و در نهایت این ستمگر هم نابود بکنه. شما هیتلر را دیدین، آلمان نمونهش بودید. بله. جدا از مسئله از این که چقدر آدمی مسائل، چقدر مردم از بین بله. کشته شد، بله. یک مسئله دیگه بسیار مهم است جناب دکتر صاحب که برای ادامه یک تجارت یا بله. سیاست بله. یا مسائل فرهنگی آه. نیاز به این است که شما باید تمو ابزار یا المنت هایی را که بله. او را ادامه بده با بله. خود داشته داشته باشید. باشه. حالا در کشورهای مختلف بله. مسئله از این که یک قوم بخواه که بالای دیگرها ستم بکنه، بله. حقش بخوره یا اضافه فکر ستم. خود بر از او تحمیل بکنه، ابزارهای مختلف داره. این مسئله در سودان فرق میکنه، در کشورهای افغانستان. مختلف بله. مثلا قوانین. در افغانستان یگانه چیزی که همیشه کسایی که متهم به ستمگری بودن وقتی که ادامه دادن این بوده که یک نوع مسائل مختلط قبیلوی اسلامی را بله. در قالب یک اندیشه اسلامی مذهبی بله. زنده نگه داشتن بله. که توسط از بتونن جوانای زیاد جذب بکنن این ستم یا امی روند خود ادامه بله. بدن. بله. به خاطر از این گپ در چند دهه گذشته چندین نسل از مردم بله. از بسیاری چیزا دور ماندن. البته. این شاید به نظر شما کلانترین جفای باشه که ضمن از اینکه قدر از بین رفت و کشته شد، یک ستمگری کلانه که در حق خود ستمگر شده. همین بوده که نسل‌های خود بدون تردید. من در یک صحبتی با تلویزیونی آریانا با آقای لطیف یک بحث داشتیم در رابطه با مناطق قبایلی بود. شما یادتان است که وقتی در کنکور سهمیه بندی کردن، بله، چرا سهمیه بندی شد یا در ادارات گفتن که آقای فاروق اعظم بود یا کسی در هر کی ریاست جمهوری داشت صحبت میکرد، آقای کرزی هم بودن و رئیس جمهور بود، گفت که از قندهار از جنوب ما نمیتوانیم دانشجو برای دانشکده های پزشکی طب اینا بفرستیم، درس تعلیم در اونجا پس مانده، در بامیان بیشتر جذب میشه دانشجو چون اونجا درس میخوانن، امنیت هست، بیشتر دانشکده ها وارد میشه. نتیجه این شد که بیان یک برنامه غیر عادلانه را تصویب بکنن. اینطوری تصویب کردن که سهمیه بندی بکنیم، خب پس چند تا تاجیک، چند تا ازبک، چند تا هزاره، چند تا پشتون، چند تا عرب کیها وارد دانشگاه بشن. جناب امین‌الله کریم از بدخشان رئیس آموزش پرورش وزارت دفاع بود. ما برای دوستی داریم، برادرش از همرزمان ما بود، اعدام شد و طبعا از خانواده‌های مهم بدخشان است. من از جناب امین‌الله کریم پرسیدم که چطوری وضع آموزش پرورش؟ یه نمونه برای ما داد. گفت که چند روز پیش ما امتحان داشتیم به خاطر یک بورسیه به کشور روان می‌کردیم. 3 تا بچهای هزاره اول، دوم، سوم شده بودن. اینا باید میرفتن چون درس خوانده بودن. همین 3 تا جوان هزاره که از بامیان دیکوندی هر جایی که آمده بودن از مناطقی از کابل هرچی. وقتی ما امتحان گرفتیم که مثلا 5 تا 6 تا دانشجو بفرستیم، اول، دوم، سوم این بچهای جوانای هزاره بود. ما از نظر اخلاقی، از نظر حق مسلمشون، خب اینا رو باید ما بفرستاد. دستور برای ما آمد که نه، ایواز 1000 یک پشتون بفرست. ما در نتیجه این دانشجوی درجه 1000 را حقش تلف کردیم، ایوازش یک پشتون روان کردیم برای اینکه اون پشتون از طریق درس نمیتونید بیا وارد بشه. خب فاجعهش برای کشور چی است؟ یعنی شما یک استعداد درجه 1 هموطن خودتان، حالا هزاره یا پشتون تاجیک، به خاطر این بی‌عدالتی که خودتان عاملش بودین، به خاطر رقم ماندگی که خودت عاملش بودی، این آدم نخبه رو برکنار میکنی، حقش تلف میکنی، از مکتبی رو میمونی، یک آدم بی سواد ایواز این روان میکنی به درس. اول اونجا درس نمیخونه، بعد که به یک آدم بی سواد باقی خواهد ماند، هیچ چیز درست نمیشه غیر از این یک مقدار پول ملی مردم مالیات تلف شده. خب ببینید این ستمی که بی‌عدالتی انجام میده یا ستمگری قومی در مناطقی که میخوان ستم بکنن، بسیار اثراتش وحشتناک بوده. شما الان نگاه کنید 90%
انتحاری هایی که خودکشی میکنن و میان حادثه میآفرینن از مناطق جنوب میان، از مناطق قبایلی میان. چرا از این مناطق؟ یکی از ابزار بله، برای اینکه نه درس است، نه تعلیم است، نه مکتب است، نه مدرسه است. الان جوانای پشتون، آقای منظور پشتون، اینا که دارن اعتراض میکنن پی تی ام، یک بحثشون همین است که در مناطق پشتون است شما پاکستانی ها برق ندادن، آب ندادن، سرک نبردن، اینجا انکشاف نیست، مدرسه نیست. نتیجه چی میشه که یک جریان تندرو اسلامی که مورد استفاده قرار میگیره از طرف اون نیروهای یا کشورهای مختلف نیابتی میاد وارد جنگ میشه و این مناطق خب میمونه. الان یک از بحران‌هایی در این منطقه وجود داره نتیجه این ستمگری قومی است. اونجا نگذاشتن سربازی بکنن برای که اونها عقب بمانن. ببینید اگر زمان ظاهر شکل میگن دوره دموکراسی، اگر مافیتی عسکری برای مناطق جنوب نمی بود، در حالی که ظاهرا خواست ظاهرشان نشان بده که ما شما را خیلی دوست داریم، شما پشتونها را، جنوبی ها را که درس نخورن، در حالی که نیتش این بوده که اگه اون منطقه با سواد بشه، دانشمند بشن، باز تو نمیتونی سلطنت بکنی هر رقم دلت خواست. یکی از ابزارهای تو برای میده که آدم بی سواد باشه که تو سایه خدا بگه، ذل الله بگه، باز پشت سر تو استاد یا بشه. حال باید دو قدر افراطی باشه که هر چی گفتی انجام بده. بدود. اگر او بچه جنوب، بچه پکتیا، بچه وزیرستان شمالی یا جنوبی، حالا هر جای از قبایل یا داخل این ور خط یا اون طرف مرز دیورن، اگر می آمد لااقل بگذاریم دانشگاه ها را بگذارید، مکاتب را بگذارید، می آمد در این قطعاتی که عسکری یک وظیفه ملی تلقی می شد، هر کس بیاد 2 سال عسکری میکرد، 18 سالش پوره می شد، اگر می آمد 2 سال در کابل یا در جوزجان یا در بدخشان در یک قطعه عسکری انجام میداد، وظیفهش انجام میداد و اون معلمش که سایه منصب و درسش میداد، در همین 2 سال یاد میگرفت چگونه زندگی بکنه. بسیار پیشرفت میکرد، که آدم مدنی میشه. خب ببینید اینا رو اجازه نمیداد، اونجا مکتب نبود، اینجا یاد نمیره. اون بچه از آخرین قریه های درواز میامد در کابل عسکری میکرد، این میامد با سواد برمیگشت، یه آدم دیگه بود. این آدم بغل شهر کابل عسکری نمیکرد، خدمات انجام نمیداد. خب ببینید برای این متاسفانه یک دست سران پشتون برای مناطق خودشون بسیار ستم کردن. این خوشبختانه دوستای پشتون من زیاد دارم، با ایشون صحبت میکنیم، در پارلمان گپ میزنیم، آقای ایوبی، آقای بقیه آقای دوستانی که ما داشتیم جلسه قرار با غیر از مناطق مختلف، اونا خودشان میدونستن که واقعا چه ظلمی شده در مناطق پشتون. من برای ژورنالیست از پشتونا صحبت که اینها بیان. خب شما سطح فرهنگی هرات و بامیان رو نگاه کنین، همین مناطق قبایلی رو ببینید، اونا خب مردمی ما هستن. وقتی اونجا عقب ماندگی است ما متضرر میشیم. اینطوری نیست که وقتی در قبایل تروریست تربیه میشه عقب میمونن، بچهای قبایلی درس نمیخونن، پشتونا در جنوب از درس محروم میشن، باز می بدخشانی آرام میباشه. اینطوری نیست، باز او به ما سرایت میکنه. دیدید الان از اونجا آمد زندگی ما رو ویران کرد، از ما رو متضرر کرد، میلیون ها نفر پراکنده شد. امروز ما طالب بدخشانی داریم، طالب شمروانی داریم. برای این اشتباهاتی که صورت گرفته، برای این در ستمگری و ستم روا داشتن خیر و برکتی وجود نداره مسلما، جز اجحاف، جز ویرانی و جز پریشانی، چیزی که الان ما و شما روبروش هستیم در قرن 21. دکتر صاحب، از شاه امان الله تا ملا هیبت الله کدام سیاستمدار افغانستان یا زمامدار افغانستان حداقل به 1% بسیار کم باورمند به فدرالیسم بوده به نظر شما؟ نه، امان الله اونا که به فدرالیسم باور نداشتن مسلما، اونا دنبال نظام سلطه بودن. در حزب دموکراتیک چرا بابرک کارمل است؟ بابرک کارمل نه تنها فدرالیسم باور بود که او در این مورد نوشته کرد که افغانستان باید فدرالی بشود. در زمان حفیظ الله امین مطرح شده که افغانستان فدرالی، من تا اون تاکیدش باز بر همون مسئله قومیت بود، میگو فدرال و افغان فدرالی بشه و فاری بشه. اما به نظر من یکی از آدم هایی که در عنوان زعمای دولت، رئیس دولت، رئیس فردی اول، کسی که فکر میکرد و باور داشت، به نظر من بابرک کارمل بود. و شما یادتان باشه که بسیار جوان هستید، ارگان‌های محلی قدرت دولتی را که ایجاد کرد که ایالات ولایات بتونن زونها بود، در از هر زونه کسی می آمد خب از بالا تعیین میشد. این در واقع یک نوعی اساسات برای فدرالیزه کردن بود. خودش هم در این رابطه یک برنامه داشت، نوشته کرده بود مقاله که افغانستان باید فدرالی بشد و اسمش به نظر من اون ترتیبی که دوستان ما در احزاب دیگری که بعدا در با کنگره ما متحد مبارزه کردیم، گروه جوانان و دگاه مثل جسد قدیر سامانی، آقای مرابنا، باز در جمهوری های متحده را مطرح کرده بود آقای کارمل که اینطوری باید اداره بشه. ولی این از جمله آدم هایی بود خب به لحاظ نظری و تئوریک میدانست که فدرالیسم یا این نوع ساختار برای کشور مفید است.
که خب متاسفانه مجال پیدا نکرد که اندیشه هاش پیاده بکنه و درگیر همون انقطاع های قومی شد که الان ما به نوع دیگری گرفتارش هست. گذشته این آدم روشن بود. گذشته از زماندارای وقت بله. اگر بیایم کمی نزدیکتر از از 2001 بن، من این فکر میکنم که در بن بزرگترین فرصت ما برای داشتیم که فدرال شویم، ولی از دست دادیم. بعد از بن بسیاری از سیاستمدارایی که ما و شما مبلاشان تماس داشتیم میشناسیم، مبلاشان صحبت میکردیم، همیشه اینا به نوعی از نبود نمیتونه یک نظام مثل فدرال در افغانستان رنج میبردن و همیشه دمی باره گفتگو میکردن که باید قدرت محلی باشه، تصمیمات و اقتصاد همه چیز، ولی وقتی در عمل مثلا کنگره ملی مطرح میکرد که بیاین افغانستان فدرالیسم شه، به این رای داده شه و با گفتمان بزرگ شوه، باز نخستین کسایی که بی باور میشدن یا حداقل در رسانه ها و یا حمایت نمیکردن و همسو نمیشدن، اینمی آدما بودن، اینمی رهبرا بودن. دلیل از چی بود دکتر؟ بدون شک ما دو فرصت خوب داشتیم برای فدرالیسم شدن. من با همه این رهبران قومی و غیر قومی که در افغانستان حضور داشتن، قدرت داشتن در 40 سال از نزدیک میشناسم، با خیلیش دوستی داشتیم، با صحبت هم کردیم در رابطه با این مسائل. بعد از کنفرانس بن در همون مجلس قانون اساسی جرگه فرصت بسیار فراهم بود که افغانستان فدرالی بشود. یک دلیل روشنش این است که هموطنان پشتون ما به دلیل شکست طالبان قدرت زیادی نداشتن در 2001. قدرت بیشتر دست تاجیک ها در قدم اول، بعد ازبک‌ها و هزاره ها و همین ائتلاف شمال بود در واقع. وزارت داخله، وزارت دفاع، قدرت اساسی، تقریبا ولایت‌های کلیدی، رئیس جمهور هم بعدش و همشون قدرت نظامی هم داشتن، امکان حمایت، محبوبیت هم داشتن، به خصوص در بعد از سقوط طالبان 2001 شاهدش هستیم. اما و خیلی فرصت خوب بود. نیروهای خارجی هم بودن. نیروهای خارجی باعث میشد که اگر اینا واقعا صادقانه میخواستن افغانستان فدرالی بشود، کشورهایی هم که در افغانستان حضور داشتن، خود آمریکا به عنوان قدرت اول فدرالی بود، آلمان که حضور بسیار فعال در شمال داشت فدرالی بود، در واقع کشورهای دیگری هم که حضور داشتن فدرالی بودن و اینا می توانستن این رو مطرح بکنن. آقای خلیلزاد گفت که غیر یک بار که ما صحبت کرده با جنرال دوستم، گفت که خوب است فدرالی شود، هیچ کسی دیگری با این مسئله موافق نبود. اما بعداً به شمول خود جنرال صاحب، به شمول بزرگان دیگه، او سادات، همه آدمایی که در احزاب گروه‌های قانونی و غیر از اخوای مختلف اون فرصت استفاده نکردن که افغانستان فدرالی بشود، ورنه میشد. نیروهای بین المللی بود، امکان جنگ داخلی وجود نداشت، یعنی نبودن پشتونها در اون حدی از اقتدار قبلی که بیاین و سرکوب بکنن با وجود نیروهای بین المللی که حضور داشتن. 100,000 نیرو یوناما بود، سازمان ملل بود، می توانستن این بحث حقوقی مطرح بکنن در پارلمان که افغانستان سیستمش باید اینطوری بشه و به نظر من یک 2-3 ماه مبارزه کار داشت. یعنی بسیار عادی قابل تطبیق بود فدرالیسم، اما نکردن. و چرا؟ سوال چیز دیگه. سوالش این است که اینا فکر میکردن که اگر افغانستان فدرالی بشود به تبع ساختار فدرالی و ذات نظام فدرالی، قدرت در میان مردم پخش میشه، یعنی منتقل میشه به مردم، تصمیم گیری ها میره در اختیار مردم. باز ما نمیتونیم نماینده مردم باشیم، چون نماینده ها در انتخابات در ولایات تعیین میشه، در پارلمان های محلی تعیین میشه و در پارلمان ملی تعیین میشه. خب ما که نمیتونیم بگیم که خب بالا من نماینده فلان قوم، این حق برای من بدید. اینو میفهمیدن که اون فدرالی بسیار خوب است، حاکمیت نگاه میکنه کشور از بحران، تا این حد به هر حال بحث کرده بودیم، میدونستن. اما چیزی که نتوانستن ازش بیرون برن، منافعت شخصی. خیال میکردن که حالا ما نماینده فلان قوم، ایشان نماینده فلان قوم، ما 5-6 تا قطعی پشتون هم کنار میایم. خب ما وزیر، سفیر، ایشان رئیس جمهور، ایشان معاون رئیس جمهور، خب مردم دیگه باز دلش که چی میشه چی نمیشه. از بحران هم وقتی که من بارها با اینا صحبت میکردم، زیاد نگران نبودن، این که خیال میکردن که ایالات متحده آمریکا و ناتو تا قیامت، تا این جهان باقی هست، اینها در کابل میمانن با 400-500 هزار عسکر و قدرت و تمام. ایشان هم حکومت میکنن، کسی هم جنگ کردن نمیتونه، انقلابی نمیشه، تحولات با وجود نمیاد.
اینا هم دارن جیبای خودشان رو پر میکنن، باز میراثی انتقال میدن به بچه ها و نواسه هایشان. آمریکایی ها هم وظیفه‌شان است که اینا رو امنیتشان رو بگیرن. فکر نمیکردن که آمریکایی ها از اینجا میرن و اگر رفتن با این تعدی که دارن انجام میدن اینا باقی نمیمونن. متاسفانه منافع شخصی رهبران اقوام غیر پشتون اجازه نمیداد که فدرالی بشود. همین حال هم اگر اینا صاف ساده بیان با جامعه بین المللی مطرح بکنن که افغانستان فدرالی بشه، الان امکانش از فدرالی بشه، ولی حالا باز نمیگن. حالا باز فکر ازی هستن که امریکا طالبان رو بذاره باز بره مامور بشه، ولی این اتفاق نخواهد افتاد. آنچه باقی میمونه این سرگشتگی است و پریشانی شدید. ولی متاسفانه منفعتشون ایجاب نمیکنه، در منفعت شخصیشون، مگر اینکه منفعت ملت و مردمشون تلقی میکردن که در اون صورت باز میتوانستن گذار بکنن به طرف فدرالی کردن افغانستان. بله. دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. خوش شدم که صحبت کردیم، هرچندی بحث‌ها بسیار زیاد است و باید در فرصت‌های دیگه باز مشخص‌تر صحبت شد و آرزو دارم چون ما از شاهی شروع تا نوع انواع مختلف جمهوریت کمونیستی و غیر از فدرالیسم تجربه کردیم و آرزو دارم امیر یک بار تجربه کنیم. تجربه خوب است که بشه، بله بدون شک، ولی ظرفیت‌هاش برای عدالت به مراتب بیشتره، در این شکی وجود نداره، چون ذاتش اینطوره. ذاتش در واقع انعطاف پذیر است به لحاظ تقسیم قدرت در هم وسط. خیلی ممنون. تشکر از شما جناب پیمانی گرامی، خوشحال شدم. شاد سلامت باشید. موفقیت آرزو می‌کنم.